این مرد نابینا همه پولش رو صرف خریدن یه بلیت لاتاری کرد تا آخرین شانسش رو امتحان کنه. در کمال ناباوری وقتی مرد بیچاره روکش بلیتو پاک کرد، اونو به فروشنده نشون داد و اون متوجه شد که مرد برنده 5 میلیون دلار شده. ولی وقتی مرد از دختر پرسید که تونسته برنده بشه یا نه، دختر به دروغ گفت نه و مرد میخواست با ناامیدی اونجا رو ترک کنه. ولی قبل از این که بره دختر بهش گفت میتونه بلیتو بده به اون تا خودش بندازه توی سطل زباله. دختر بلیتو از مرد نابینا گرفت و وقتی از اونجا رفت، بلافاصله از طریق میکروفون فروشگاه شروع کرد به رئیس فروشگاه بد و بیرا گفتن. زمانی که رئیس از اون پرسید چه اتفاقی افتاده، اون گفت که داره استعفا میده و بعدش با بیادبی تمام خوراکی‌های توی فروشگاه رو پخش زمین کرد و رفت. دم در فروشگاه دوست پسر دختر که منتظرش بود، زمانی که از فروشگاه خارج شد ازش خواستگاری کرد. ولی دختر گفت تو در حد و اندازه نیستی که ازم خواستگاری کنی و دل پسر رو شکست. خیلی زود دختر برای گرفتن جایزه لاتاری به شرکتش رفت، اما در کمال تعجب مدیر شرکت دستور داد تا دختر رو بازداشت کنه، چون از طریق دوربین‌های فروشگاه دیده که اون بلیط از مرد نابینا دزدیده.